بیستر ویلج یکی از بهترین مراکز خرید لندنه که تا شهر آکسفورد 15 مایل و تا لندن 1 ساعت فاصله داره که اهمیتش برای گردشگرای چینی مثل کاخ باکینگهام هست. حالا بریم یه مقدار توش رو بهتون نشون بدم. این ورودیش از سمت کار پارکه. چه کیفش خوشگل فندیه. اینم چه خوشگله. ببین پاچش مارک پاشتش مارک اف خود فندیه. چه خوشگل مشکله. اوه چقدر خوشگل بلایی. اینجا هم کل محصولات مارک داره که آفر هفته دارن، 60% و 50% تخفیف. ببینیم چی پیدا میکنی. های وای رنگشو، من عاشق رنگی پنگی هم خدا. چقدر رنگاش قشنگه. اوه کچی توشو. چقدر کفشای توش خوش رنگی. بریم تو ببینیم چه خبره. عزیزای دلم ایشون 650 بوده شده 430. ولی رنگاش چقدر ملی گوگلیه. یه سر بریم هوگو. کوکی رم بردیم. هلو. این کیفش خیلی خوشگل. این کت شلوارم که نگم. اینم مال دیکنبای خیلی قشنگه. از این مدل مایویاز بادی سوته. بریم لدوقه یک کافی و یه ماکارون خوشمزه بخوریم. لدوقه از سال 1862 توی پاریس تأسیس شده و بهترین ماکارونا رو داره. چقدر شما خانومی قشنگ. اینجا هر برندی رو که دنبالش باشین میتونین پیدا بکنین. من الان میخوام برم جیمی چو ببینم عینک آفتابی خوشگل چی میتونم پیدا کنم. چه کیفای خوشگلی داره. وای عینک رو پسندیدم. وای کفشش هم خیلی رنگی رنگیه. این کیفش به عینکه میاد. حالا بریم با هم دولچی گابانا ببینیم اونجا چه ستای خوشگلی میشه پیدا کرد. وای چه رنگی داره. این تاپ با این دامن یعنی قشنگترین ست. من که عاشقش شدم. این چرا این شکلیه؟ بقیهش کو؟ اینم یه لباس از مایکل کورس. دوختش که خیلی تو تن قشنگه. کلی هم جاهای قشنگ داره که میتونین وایسین عکس بگیرین، مخصوصا با این باجای تلفن. این لباس هم مال دیزل. لباسای اینجا و حراجی ها معمولا 60 تا 70% آف دارن. حالا وقت قهوه و یه شیرینیه بعد این همه راه رفتن. اینم از ولاگ بیستر ویلج. دوستتون دارم.